دوستای عزیز همیشه در صحنه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مدت غیبت داشتیم به دلایل مسائلی غیبت داشتیم. الان دوباره اومدیم. میخواستم تو این هوای خوب جنبه توپ به شما بگم. داستان از این قراره که شما میخوایم برین چیزی بخرین، با کسی هستین، مثلا دوستتون بهتون پیشنهاد میکنه، میگه مثلا چه کتونی باحالیه اینو بخر، یا چه لباس باحالیه اینو بخر. شما میگی چی؟ Das kann ich mir nicht erlauben. یا das erlaube ich mir nicht. یعنی من به خودم اجازه نمیدم همچین کارو کنم. حالا به خاطر اینکه تا الان زیاد خرید کردین نمیتونین، یا از این چیزی که میخواین بخرین زیاد دارین. در هر صورت das kann ich mir nicht erlauben که بخواین سریع بگین das kann ich mir nicht erlauben. erlauben آخرشو دیگه بخورین. erlauben اینشو اینجوری بگین. آره das kann ich mir nicht erlauben. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.